فیلم جدید و بسیار زیبای قاتل 2023 به کارگردانی دیوید فینیچر کبیر منتشر شد. داستان این فیلم گادپسند درباره یک قاتل تنها، خونسرد و حرفه‌ای است که همیشه در سایه منتظر هدف بعدی خودشه تا به صورت رسمی اونو عروس کنه. اما این وسط یه شکست فاجعه بار تو کارش رخ میده و همه چی رو تغییر میده و گرفتار یک تعقیب و گریز خطرناک با یک سر خر میشه که عین سحر قریشی از وقتی که رفت پیش تتل به گاج میره و به دلیل یک ضربه اشتباه در یک شکار بین‌المللی گیر میافته و به گاج رفتنش به راه میشه. از یه طرف خیلی اصرار داره که شخصیت شخمی تخیلی خودش رو حفظ کنه. فیلم‌های دیوید فینیچر همیشه جزو بهترین فیلم‌های تاریخ بوده، پس به شدت این فیلم جنایی و روانشناسی رو بهتون پیشنهاد میکنم. با لایک کردن ویدیو و نظر دادن از ما حمایت کنین.